من دوران حسن نظروج زاده ناحیه دنغرم. من 49 سال زیاد تجربه омузгори دارم. من مؤلف 65 مقاله 12 کتاب هستم. من 2003 سال در ساحه بیوفیزیک در دانشگاه ملی من حمایت کردم. بعد از آن دشمنای من فکر روسیه خطای بی امضا روان کرده کاری من قبول نکردن. من برای روسیه رفتن من مبلغ نیافتم. من مراجعت کردم به رکتور دانشگاه طبی. رفته کارم اثبات کنم. ما مبلغ نداریم برای شما گفتن. بعد از آن من باز به کار علمی و کرده با یک چند کتاب من نوشتم. من التماس میکنم که از جناب عالی به من کمک رساند به رفته وقت روسیه رفته من کار علم خودم اثبات کنم. همینقدر تجربه کار омузгори دارم، لیکن 348 سامانه نفقه میگیرم. نفقه من تماما کم است. به زندگی من نمیرسد. من میخواهم که نفقم بلان برداشته به من کمک رساندن. حاضر من کار نمیکنم، در یگانجا کار نمیکنم. شما میگوید پنسیونر، گفتم من کار به نگرفتم. من مکتب میانه به کار کردم. مکتب میانه باید دور از جایی که من زندگانی میکنم تا من دور است. من نمیتونم. من در کارگان تپه دو تا دانشگاه هست. هر دوش به من مراجعت کردم. دانشگاه انرژتیکی، دانشگاه ناصر خسرو. نمیگوید ما پنسیونر کار به قبول نمیکنیم. برای پنسیونر ما کار نداریم. من سالهای دراز در نوسیبیسک که کار علمی کردم. در نوسیبیسک کردم کارهای علمی. لیکن با موفقیت باید کردم. شهادتنامه مؤلفه دارم. لیکن در تاجیکستان یگان در من دستگیر نکردن. من میخواستم که به روسیه روم، کار علمی من اثبات کنم. دوی مسئله نفقه من تماما کم نمیرسد. نفقه من یگانه آرزو دارم.